سلام خدمت همه خیاطا، خسته نباشین. امروز میخوام راجع به کیسه جیب صحبت کنم. جیب مانتو، پالتو، شلوار هیچ فرق نمیکنه. ممکنه سوراخ باشه، کوچیک باشه، هر اتفاقی که براش افتاده باشه. یه خطی میکشیم، قسمتی که میخوایم عوض بکنیم یه کیسه جیب براش انتخاب میکنیم، میذاریم اون قسمتی که بریدیم و به همون امتداد جیب اینو خط کشی میکنیم. این خطا رو میبریم و به این خط وصل میکنیم. به همین راحتی. میخوام اینو بهتون بگم که تعمیرات خیاطی خیلی درآمدش بیشتر از خود خیاطیه، چون دردسراش کمتره. الان این کیسه جیب که هیچ کار خاصی نداره، هیچ اگه یه ذره بالا پایین بشه، تمیز دوزیش کم باشه یا هر چی باشه، اندازه 3 تا دمپای شلوار درآمد داره. به همین راحتی. حالا دوخت میکنم بهتون نشون میدم. این کیسه جیبه، دوختمش با رنگ مخالفم دوختم که شما راحت تر ببینیدش. هم یه اتو هم بکنم دیگه تمام.